در پارچه های نخی مثل انواع لینن ها و یا پارچه های حریر و پارچه های لطیف شما چطوری یک تاج آستین با ایستایی خیلی خوب داشته باشین بدون اینکه اپل به کارتون بزنیم و یا تاج آستین رو فتیله کشی کنیم. برای این کار میام از روی خود آستین اصلی، الگوی آستین اصلی یه شابلون میزنم، از خط وسط آستین 10 تا 12 سانت به طرفین میرم به همین شکل که میبینید و این دو تا قسمت رو با یک هلال ملایم به هم وصل میکنم و از کار برش میزنم. به این شکل دور تا دور کار رو سردوز میکنم و آماده میکنم. اگه پارچتون خیلی لطیف بود مثل حریر، یه لای حریرم به این کار بزنیم، ولی اینجا کار من احتیاج نداره. بعد میام دور تا دور کار رو دوخت میزنم، نخ ماسوره رو میکشم و یک چین ملایم اندازه‌ای که با تاج آستین من هماهنگ باشه به کارم میدم و میام این کار رو روی تاج آستین سوار میکنم. من به این تیکه میگم سجاف، به خاطر اینکه دقیقاً از روی الگوی آستین برمیدارم و باعث ایستایی تاج آستین منم میشه. حالا شما هر اسمی دوست داشتین روی کار بذارین، میتونین بهش بگین کاور تاج آستین یا هر چیز دیگه ای. من بهش میگم سجاف. بعد میام این تیکه سجاف مانند رو با یک پای چرخ دوخت میزنم. دوخت تاج آستین من و کلن آستین من 1 سانت بود، ولی اینجا الان با یک پای چرخ دوخت میزنم که یک موقع روی اون دوخت نرم و کپ تاج آستینم رو به هم نریزم. به این نکته دقت کنین. بعد از اینکه دوخت زدیم کار ما یک خروجی بسیار خوبی داره. ببینید وقتی که کار رو برمیگردونم اینجا بدون اینکه هنوز روی ژانت گذاشته باشم و تاج آستین رو اتو کرده باشم، تاج آستین من ایستایی خودش رو به دست آورده. ببینید برای اتو کردن این قسمت شما وقتی که پشت کار رو دارین باید با دست به همین ترتیبی که میبینید من انجام میدم کار رو برگردونین، بعد بذارین روی ژانت یا هر وسیله دیگه‌ای که تاج آستینتون رو باهاش اتو میکنین و یک خروجی بسیار عالی خواهید داشت.